رایان گیگز ستاره سابق منچستر یونایتد بود و در بین هوادارا بسیار محبوب بود، اما بدترین خیانت تاریخ رو انجام داد. اون با همسر برادرش یه رابطه نامشروع برقرار کرد، باعث شد که همه شوکه بشن. لطفا این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل من رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. بریم سراغ ادامه ویدیو. اینم بگم رایان گیگز ستاره افسانه باشگاه منچستر یونایتد با بیش از 900 بازی و 34 جام قهرمانی، یه بازیکن وفادار که بیش از 15 سال برای یه تیم بازی کرد. رایان گیگز با زنی به اسم استیسی ازدواج کرده. اون صاحب 2 فرزنده. همه هوادارهای فوتبال و هوادارهای منچستر یونایتد اون رو خانواده دوست و دوست داشتنی می‌دونستن، ولی اینا همش یه دروغی بیش نبود که خود رایان گیگز این دروغا رو ساخته بود. سال 2011 همه این چیزا به هم ریخت و جهان متوجه شد که رایان گیگز با زنی به اسم ناتاشا 8 سال با هم تو رابطه پنهانی بودن. برادر رایان گیگز هم یک بار تو مصاحبه گفت ناتاشا یه روز غیبش زد. من ساعت 3 نصف شب از خواب بیدار شدم و دیدم که اون خونه نبود. خود ناتاشا برای رودری نامه نوشته بود تا قبل از این که تو اخبارها همه چی معلوم بشه خودش به رودری بگه، ولی این کار دیگه دیر شده بود و کار از کار گذشته بود. این خبر توی روزنامه و رسانه ها اومد و رودری بیچاره رابطه همسرش با برادرش رو توی روزنامه خوند. این خبر دنیا رو تکون داد، ولی خود رایان گیگز این خبرها رو انکار میکرد. بعدها معلوم شد این رابطه از سال 2000 شروع شده بود. در اون سالها رایان گیگز توی منچستر یونایتد بازی میکرد و اونجا خیلی میدرخشید و تو اوج فوتبال خودش بود. لیگ قهرمانان رو برده بود، تونسته بود 8 بار قهرمانی لیگ جزیره رو بیاره. با توجه به افتخاراتی که آورده بود هوادارهای منچستر عاشقش بودن، اما این عشق یه شبه از بین رفت. اما قضیه از این قراره که ناتاشا قبل از اینکه با رودری ازدواج کنه یه شب با گیگز دیدار میکنه. اتفاقی که اون شب افتاد باعث شد که این 2 نفر سالهای سال با یکدیگر رابطه داشته باشن. اما بالاخره سال 2011 این رابطه فاش شد و خانواده گیگز رو به هم ریخت. از اون وقت به بعد این 2 برادر با یکدیگر اصلا صحبتی نکردن. همسر رایان گیگز یعنی استیسی کنارش موند و اون رو ترک نکرد، ولی متاسفانه این آقای گیگز نتونست خودش رو کنترل کنه و بعد از اون ماجرا باز هم با زنای دیگه به همسرش خیانت کرد. اون با این کاراش باعث شد حتی عموی خودش بگه رایان نمیتونه شلوارش رو بالا نگه داره و شاید به کمک احتیاج داره. به گفتای استیسی میخواست رایان رو درست کنه، اما اون درست نشد و بعدها استیسی از رایان جدا شد و طلاقش رو گرفت. یه خیانت خانوادگی که دنیای فوتبال رو تکون داد. قهرمانی که سالها تو منچستر یونایتد میدرخشید، اسطوره‌ای که میلیون‌ها نفر بهش افتخار میکردن، اما پشت اون لبخند خونسرد و بازی‌های درخشان یه راز تاریک پنهون شده بود. راز خیانتی که هیچکس فکرشو نمی‌کرد. این داستان سقوط رایان گیگزه. گیگز همچنان برای یونایتد بازی کرد، اما نگاه مردم بهش عوض شد.